السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، انشاءالله لغت عربی هست. الان ما بعضی همون اشاره هایی که چی در حاضر باشد چی در غایب باشد همون را میگیم. عرب وقتی که بعض اشاره ها داره که در نزد هم باشد مخاطبش میگن حاضر، وقتی که اگر نباشد غایبش میگن. ما گپ میزنیم میگیم که تو، یعنی که حاضر هست. وقتی که نباشد اگر آن میگیم، یعنی که انسانی که نیست در نزد ما از همون سخن میکنیم، ایره غایب میگن. به تاجیکی هم غایب میشه، به عربی هم غایب میشه. یکم کلمه که اگر که مرد باشد انت تو، یک مرد انت میگن، تو یک مرد. انا دو مرد باشد اگر انتوما شما دو مرد یا که دو زن، به یک کلمه استفاده میکنن مرد زنش. انا انتم گفتین شما همه ای مردان. انتم شما همه ای مردان. مردها از زنها فرق داره در عربی. انتی گفتی تو یک زن میشوه. مرد میبود اگر انت میشه، نه که زن شد انتی میشوه، تو یک زن. انتوما شما دو زن یا که دو مرد. دو زن و دو مرد یک خیلی استفاده میخواد کلمه. انتوما هم مرد میشه و هم زن. شما دو زن یعنی که در پیشتون هسته. انا که همه زنها انتون نمیشود. شما همه زنها در پیشت هست. در نزد وقتی که یک گروه زنها باشد شما میگوید که انتون، شما همه زنان. شما همه زنان انتون نمیشود. انا که انسان هایی که در نزد شما نباشن از نوع اونها گپ بزنید، یک هست مثل هو، آن یک مرد. اون نیست است در نزد ما، از نوع او گپ زدیم هو، آن یک مرد. اینجا فهمیده میشد که حاضر از غایب فرق داشته است. هو گفتیم آن یک مرد میشود. با دو مردم فرق دارد که میگد به لغت عربی هما، آنها دو مرد. در نزد ما نیست آنها دو مرد. هم گفتیم آنها همه مردان. هم آنها همه مردان. مرد از آن فرد را گفتیم. هی گفتیم آن یک زن. هی آن یک زن نیست است، غایب است. هم گفتیم آنها دو زن. هما هم مردی هم زنی یک است. هن آنها همه زنان، یعنی که غایب نیستن، آنها همه زنان. هن میگوین. اگر رفته یک چیزی دیگر در یک جای دیگر استفاده خورد، در این حالت غلط می شود. به همون خاطر لغت عرب از همه لغت کشاد و از همه لغت کلماتش زیاد هست. برای تعلیم لغت عربی بعضی برادران میپرسند که ما چیکاریم تعلیم لغت عربی مون آسان شود و ما مثلا لغت عربی را به آسانی یاد بگیریم. برای لغت عربی یکم هین است که کلمه ها را باید زیاد از یاد بداند انسان. کلمه ها را بسیار از یاد از کلمه های لغت عربی وقتی که انسان که بایشید، دیگر دویم قدمی که باید بزند برای صرف نحو کمی هم باشد تعلیم بگیرد. چخیل گراماتیک عربی را کمی هم باشد باید بدونی زمان ها را. بعد سیم بعد جمله بندی. انشاءالله ما همین را به ترتیب میکنیم. انشاءالله درس هاشه به ترتیب فقط شما مطابقتی کنین و به دیگرها برسانین. انشاءالله در مدت چند ماه علیه شما میتونین که با یک دیگر به لغت عربی سخن کنین و هر کلمه هایی که شما در این درس ها تعلیم میگیرین حتما با یک دیگر استفاده کنین. ایزا نکشین، شرم و حیا نکنین. چه قول اهل سلف است که چند گروه علم نمیگیره که از همونها ایزا کش است. یعنی که انسانی که ایزا میکشد، شرم میکند از تعلیم و از تعلم، و انسان تعلیم گرفته نمیتوند. به همون خاطر را بین یک دیگر استفاده کنین. انشاءالله بر دوام درس ها میروند.